من توی منطقه‌مون میگن کت خدایی شارتی میخواد، بارتی میخواد، تاپو پرزه آرتی میخواد، کوه دم کاردی میخواد. یعنی اینا همه که جور شد. اینا که گفتی دقیقا چی بود؟ منطقه نشدی؟ نه به خدا. میگن کت خدایی شارتی میخواد. این چیه شارتی؟ یعنی هیکلی میخواد. آها خب. آره. بارتی میخواد. بارت چیه؟ یعنی قیافه باتاری داشته. این قیافه با جذبه آره باشه. آره درنگی. خب تاپو پرزه آرتی خود. یعنی یه جای داشته باشه، انباری باشه داشته باشه که خرج کنه با مردم بده و کم نیاره. آها خب. تاپو پرزه سفره دار باشه. آره. کوه دم کار، یعنی بره داشته باشه همیشه سر برای مهمونه. به طور مهمون نواز. مهمون نوازی. این قلق کت خدایی که آفرین. یعنی این 4 تا خصلت باید کنار هم دیگه قرار بگیره که شما در یه خونه یه چادری می‌زنی حرفتو قبول نمونه معطل که نمونه یه جای معطل بودی برای کوهی که برای بکشی داشته باشی. یه جای سفره بندازی داشته باشی. بعدم تو مردم وجه داشته باشی، اباحت داشته باشی. پدرت کار کرده باشه، بزرگان کار. یعنی خود کت خدا نباید کاری بکنه که مردم ناراحت بشن. بشه. بهش اعتماد داشته باشه. اعتماد داشته باشه و تو دل مردم جا بگیره.